سلام. توی ویدیوهای قبلی گفتم که هنوز در این دنیا آدم‌های خرافه پرست و زود باور و جاهل خیلی داریم و به خصوص این جاهل ها، این نادان ها، این زود باورها مال خاور میانه هستن، از هندوستان تا مصر و بخش از افریقا و شاید کل آفریقا. خیلی از این آدم های جاهل داریم که زود باورن و هر چیزی رو که میبینن باور میکنن. برای مثال دوم نگاه کنید به کامنت هایی که توی همین ویدیوهای فیسبوک هستش که ببینید روی یه هوش مصنوعی چه فکری دارن. براتون اول ویدیو رو پلی میکنم، بعد نظراتش رو میذارم. ویدیو رو نگاه کنید. لا إله إلا الله اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة. دیدید؟ خب حالا ترجمه رو نگاه کنید. یک نفر گفته هوش مصنوعی، یک نفر خندیده، بقیه گفتن الله اکبر، سبحان الله، ترسیدن و گریه میکنن، اشک میریزن. از روی ترسی که اشک میریزن ها، نه اینکه فکر کنید که مثلا به نادونی خودشون گریه میکنن، نه، واقعا ترسیدن. نگاه کنید، الله اکبر رو ببینید، سبحان الله رو ببینید، استغفر الله ها رو ببینید. اینا شخصیت های مختلف هستن، خانوم هستن، آقا هستن، سن بالا، سن پایین. بعد دیگه میبینید که یک شخصیت احتمالا یا پاکستانی هستش، این شخصیت نصرت جهان، حالا یا شاید هم افغان هستش و پاکستانی هستش، دقیق نمیدونم. به اینکه خیلیشون ببینید این خانوم مثلا ترسیده، این جوان احتمالا یا تاجیک یا افغان ترسیده. خب این جهالت ما خاورمیانه یا رو نشون میده. باز هم از این ویدیوها داریم، براتون میذارم. Oh wait, you found apples. Wait, can I see? I know well. اگه لذت بردی ساب و لایک یادت نره. ممنون.